الان صحبت ادونچره دیگه، درسته؟ ادونچر گفتن خودمون شروع میشه. بله. چقدر پایه ادونچری تو؟ الان نمیدونم. ساسان جان شما؟ کجا ستاره؟ جلو دوربینه ها. جلو دوربینه. خب پس منم هستم. صبر آقا این داره یه چیزی رو میکنه. منم هستم. من یکم باید فکر کنم. به خدا منم هستم. یا خدا. آخه ادونچر از این جرأتش شروع میشه که چی بتونی بخوری. اینا رو هستم. هستی؟ باش. چیه؟ بده من بخونم اوکی هستم. برو درسته. آقا نه تو رو خدا میکس باکس. آقا اجازه هستش به دوستان نشون بدین. به دوستان نشون بدین. یا برو. خدا. این یه ملخه، یه سوسکه، 2 تا کرم. تمام رفت. اینم برای ببین برای اینکه همینو به دست بیاری باید $10,000 هزینه کنی بری اونجا. باید بخوریم الان. تو کامفورت زون تو داری توسعه میدی، یعنی جرأت میکنی یه چیزی که خیلی عجیبه بزنی تو رگ. چیپس چی بود؟ میگوه. آقا اجازه هستش به دوستان دوربین؟ بله. چقدر زشته. خب اینو چون بابانه کرم اون غذای آینده است. میگیره. این چیاس الان من تشخیص این بدم. مخلوطه، مثل پیتزا مخلوط. آها اوکیه. مثل پیتزا همین که مخلوط. اصلا اوکی نیست. تو خوردی؟ آره دیگه خودم چیکار کنم دیگه. چه چیز مشمئز کننده ای مگه این داره؟ قیافه‌شو نگاه نکن. قیافش که خب خیلی وحشتناکه. مزه‌ش مثلا خوب نیست. آقا مثلا ببخشید تو کله پاچه رو نگاه می‌کنی من خوشایند. حالا یه سوالی. مزه‌ش خوبه حداقل. مزه. اتفاقا اینا الان اومدن با 4 جور طعم میزنن. کاری داره، فلفل. قیافه رو آخردم بخوره. مجبوری در آینده نزدیک. آقا اینو بدیم به دوستان دوربین. بله. بچه‌ها یکی اینو بگیره استفاده کنه به همه پخش کنه. حرومش هم نکنید، این سوغاتی با ارزش. چون کجا اومده این؟ خواستم ببینم که کامفورت زونتون چیه. برم بعدی رو. اول بده برم عکسشو ببینم. نه دیگه نه. آقا چی شد؟ من گفتم نیستم، تو گفتی هستم، من اومدم جلو. خب من اومدم من که جلوتر از تو خوردم که. چیه مگه؟ یا خدا عقرب. چقدر خفن. برو بریم درسته. آقا این عکس اینو بگیر جدا. من میگم اگر کسی این فریز درای شده. علی اینو بگیر. بعدش هم طعمدار میکنه. این شکلاتیه، چون دوست نداشت گفتم شکلاتی براش باز. عقرب شکلاتی. گفت دوست ندارم، طعمش بده. دارم شکلاتی شاید وا میکنم. خوبه. ببینم. ساسان این پای سوسک حمومه ساسان. نه، هیچ کدومش مال حمومه. نه، شبیه همون پا رو نگاه کن. بیا، برو بالا. ببینید پای ملخ گفتی؟ ملخ هست، سوسک هست، کریکته. ببینید کریکت، آره اینا سوسکایی که چوب پرورش میدن و به حال میدونین که با این بحرانی که تو دنیا وجود نیومد اینو بده بخوریم. آخه اصلا مزه ای نداره. شما مزه حس می‌کنی؟ نیشت نزن اساسا. یه دونه است؟ بابا این یه دونهش 15 پونده. نه میگم یه دونه است، این که نمیخوره، این حروم میکنه. نه ببین این الان سسشه. نه الان باید با آب جوش مثلا چیزش کنی، حلش کنی. این ته سوسک است، این ته سوسک رو بخور. آقا یکیش ببریم برای دوربین. یکیش ببریم برای دوربین. بله برای دوربین که آقا اجازه هستش بیارم خدمت شما بعد بیارم. بفهم. داداش نیششو نخوری. این که گفت همشو بخور دیگه. دوم عقرب همراه با نیش میل بکنه. علی اینو میگیری؟ دوم عقرب همراه با نیش نمیبینی. ای وای آقا دست میخوایم بخوریم و غذامونه. نهار امروز آرمور تیل اسکورپیونز ضد گول. خب بذار من اینو بزنم ببینم. آقا این نیشش هم واقعا باید بخوریم.
اینم میشه خب چیز شده است دیگه. آره نخواستیم اندازش دور نه میترسیم. نخواستیم که دیگه حالا یه حرفی زدیم میگه چیکار کنیم بریم ببین گیر نکنه این تو همونجاست که میتونی غلط کلام قرار گردونی. آره غلط کردم. آقا سیلنچر الان تعطیل میکنیم دیگه این چیزا قیافه اون رو نگاه. نمیزنی؟ خوردم. شما چی؟ صرف شده. نوشه جان. روتیلش بود، اون روتیل پشمالوها بود، یه دونش انداخت تو شکلات اندود 25 یورو بود دیگه. دیدم خیلی گرونه واقعا، یعنی خاویار گرونتر داره در میاد. یه چیزی خورد بده پایین.